به این آهوان بخارایی مغزار بیشه ممنونگاه سرخسار پسند آمده اند. در گله آنها اولین آهوبره به دنیا آمد. مقصد از جابجا کردن آنها در اینجا افزایش سرشماری آنهاست. رئیس بلجوان گفت که هنگام وارد کردن شماره آهوان 6 تا بود. 6 تا آهو 7 تا شد. 7 آهو. این حال است. از آخر ماه فوریه تا حال در ناحیه‌های کوهی بارشات برف دوام می‌کند. رهبریت پارک طبیعی سرخسار برای آهوان دائم خوراک می‌برند. برای پرورش و نگهبانی آهوان بخارایی منطقه مخصوص تشکیل کرده اند. حالت پرورشگاه در میدان زیاده از 2 هکتار حاضره تشکیل کرده شده است و در آینده نقشه داریم که این را تا 5 هکتار آورده رسانیم در حالت زیاد شدن سرشماری گوزنای بخارایی. آهوان اکنون آهسته آهسته به جنگلبان ها رام می شوند. رهبری ممنونگاه میگوید در اول با دیدن آدم به کوه و پشت فرار می کردند. حالا با دیدن خوراک خودشان نزدیک می شوند. رئیس ناحیه میگوید در ممنونگاه تمام نمود حیوانات نادر را دیدن امکان دارد. بعد بوزهای کوهی است در اونجا. دیگر بسیار نمود است. بعد خش قلداک و جیره و دیگر همه نمود هست. نام همه این حیوانات در کتاب سرخ وارد شده حفظ می شوند. ممنونگاه سرخسار سال 2003 در مساحت 3850 هکتار تشکیل شده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ممنونگاه سرخسار.